شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. حمد و ثنا بر اللهی که پروردگار عالمیان است. درود و رحمت الله بر پیامبر، بر اهل خانواده‌اش و بر اصحاب و یاران او. الله سبحانه و تعالی میگوید و پروردگارت اعلام کرد که اگر مرا شکر گویید بر نعمت شما می افزایم. نعمت‌ها از جانب الله زیادند و آنها را شمار کرده نمی شود. الله میگوید اگر بخواهید نعمت‌های الله را شمار کنید، شمار کرده نمی توانید. امروز ما در نعمت از جانب الله قرار داریم و این نعمت آن است که او تعالی بر عمر ما بیفزود و ما تا رمضان آمده رسیدیم و اینچنین در آن است که ما مسلمانیم. اینچنین از نعمت الله آن است که ما روزانه روزه می‌داریم و شبانه در نماز ایستاد می‌شویم. همه این نعمت‌ها ما را وادار می‌سازد که ما باید شکرگزار باشیم و شکرگزاری در عمل‌ها عیان می‌شود. شکرگزاری کردن هم یک نعمت است. شکرگزار باش بر الله در این ماه رمضان و این شکرگزاریت را آشکار نما و واسطه آن که بر الله نشان دهی راست قولی خود و پیشواز این ماه را. از جمله شکرگزاران باش، خوشحال باش از تحفه‌های فراوان پروردگار عالمیان. الله بزودی درهای را در این ماه برایت باز می‌کند که تو گمانش را نداشتی. از الله طلب آن را دارم که برای تسلیم و اطاعت از خودش برایمان کمک کند.